أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن اتیان الکهانی، یعنی که باب در مسئله منع بودن نزد ساحران و کاهنان و غیبگوی ها، یعنی نزد کاهنان رفتن منع است در اسلام. کاهن کی را میگویند؟ کاهن شخص را میگویند که ادعای پیشگویی میکند، و کسانی را میگویند کاهن که اونها ادعا میکنند که خبر دارند آن چیزی که در آینده به وقوع میپیوندد، آن چیزی که در آینده میشود ادعا میکنند که اون رو میدانند. این طور انسان ها را کاهن گفته میشود، این همون غیبگوی ها. پس نزد غیبگوی ها رفتن در شریعت حرام است. والمنجمین، همچنین نزد منجم ها، ستاره شناسان رفتن جایز و درست نیست. اما در مسئله منجمین، یعنی ستاره شناس ها، ستاره شناسان، در این باره ستاره شناسی به دو قسم تقسیم می شود. اولا ستاره شناسی که به مقصد دانستن وقت، به مقصد دانستن مکان و موقع باشد، این ستاره شناسی علمی هست که دانستنش جایز و درست است. شریعت این را منع نمی کند، بلکه قرآن اشاره به این می کند، چطوری که در سوره نحل آیت 16 الله جل جلاله می گوید: و بالنجم هم یهتدون، یعنی که به وسیله ستارگان راهشان را میابند. پس ستاره برای راهیابی باشد، ستاره برای دانستن مکان، ستاره برای دانستن موقع، ستاره برای دانستن زمان، برای اینها باشد، این علم یاد گرفتن جایز و درست است. این را منجم، یعنی که علم حرام نمیگن، یعنی در قسم منجمین نمی درآید، بلکه منجمینه که اسلام اون را منع میکند، اون کسانی که ادعا میکنند ستارگان در رویدادهای زمین مؤثر هستند. کسانی که میگن مثلا فلان ستاره برآمد فلان چیز میشود، فلان ستاره برآمد باران میآید، فلان ستاره سبب باران است، فلان ستاره سبب این هست و اون هست. گفته اگر این طور اعتقاد بکند، این طور اگر باور داشته باشد، در این صورت این حرام و ناجایز می باشد، زیرا که اون ستارگان هم یکی از مخلوقان الهی هستند، از دست اونها هم چیزی نمی آید، فقط یک مخلوق الهی هستند و تمام. پس رفتن نزد ستاره شناسان، ستاره شناسان برود بگوید خب چی می شود، او بگوید که فلان ماه ستاره را دیدم اکنون سفر نکو، یا فلان ستاره برآمد دنیا این طور می شود اون طور می شود. گفته اگر این چیزها را که میگویند، این ستاره شناسان نزدشان رفتن و پرسیدن از اونها در این مسئله ها حرام و ناجایز است، اونها را باور کردن ناجایز و نادرست می باشد. والعرافی، و همچنین رفتن نزد فالبینان، نزد فالبین ها رفتن حرام است. و اصحاب الرملی، و همچنین رفتن نزد رمالان، اون فالبین هایی که با ریگ و با سنگ فالبینی میکنن، اونها را میگن اصحاب رمل، نزد اینها هم رفتن حرام و ناجایز است. و طوارق بالحصا و بالشعیر و نحو ذلك، و همچنین رفتن نزد کسانی که با ریگ فالبینی میکنن و کسانی که با جو فالبینی میکنند و به مانند اینها، امثال اینها، کسانی که به هر چیزی که فالبینی میکند، چی به تسبیح است و چی به آب و خاک و لای و به هر چیز فالبینی میکنند، نزد اونها برای فال دیدن رفتن حرام است و ناجایز است و نادرست است. شریعت این را حرام میداند، شریعت این را نادرست میداند. اما نزد فالبین رفتن به خاطر فهمیدن و شرمنده کردن اون فالبین که اون فالبین هیچ چیز را نمیداند، یک دروغگوی کذاب است، نزد اون رفتی یک سوالات بپرسی برای شرمنده کردنش یا برای حقیقت حالش آشکار کردن، این جایز و درست می باشد. چی طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم
نزد ابن سیاد رفته بود و در نزد ابن سیاد را سوال کرد که در دست من چیزی می باشد، در دست من چی است تو بگو. ابن سیاد در پاسخ فقط دوخ می گفت و خلاص، دوام کلمه را گفتن نمی توانست، به طور کامل درست جواب داده نمی توانست که در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اخسع فلن تعدو قدرک، یعنی که خاموش شو و خوار و ذلیل شوی ای بدبخت، تو نمیتوانی از حد خود تجاوز کنی، یعنی که تو قدرتی دانستن این چیزها را نداری، یک کذاب دروغگو هستی. پس به این دلیل و کسی که نزدی فالبین می رود برای حال اون فالبین آشکار کردن که این فالبین دروغگو است و کذاب است، در این صورت جایز است. اما به خاطر اعتقاد کند و باور کند هر چیزی که فالبین میگوید نزد فالبین رفتن حرام و ناجایز و نادرست می باشد. پس این هست بابی که امروز انشاءالله درس امروزه خواهیم گرفت. در این باره امام نووی رحمه الله چند از حدیث ها را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولین حدیثی که در زیر این باب میارد حدیث 1667 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1667 کتاب ریاض الصالحینش میگوید عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس عن الکهانی، میگه پرسید رسول الله صلی الله علیه و سلم را مردم درباره کاهنان، درباره اون غیبگویی ها رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگوید مردم آمده پرسان شدن. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لیسو بشیء، یعنی که اونها چیزی نیستن، اونها چی ارزشی ندارن، اونها یعنی که هیچ قدر و قیمتی ندارند. این غیبگوی ها یا سفسطگوی دروغگوی کذاب هستند. اینها گفتن لیسو بشیء، چیزی نیستن اینها. فقالوا یا رسول الله، پس میگه اون مردمی که نزد رسول الله آمده بود سوال کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا، گفتن هر آینه اون کاهنان یحدثون، یعنی با ما سخنهای رو میگوین، احیانا گاهی، یعنی با ما گاهی سخنی رو میگوین که بشیء فیکون حقا، اون چیزی گفتگیشان واقعیت می شود، اون چیزی گفتگیشان، چیزهای گفتگیشان ثابت می شود که واقعا گفتگی ما با وجود می آید. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که تلک الکلمه من الحق یخطفها الجنی، گفت انا همان کلمه هست که من الحق، یعنی که از جزی سخنان حق هست، یعنی یک سخن راست میگوید، میگه یخطفها الجنی، که اون سخن راست را دزدیدگی است، اون را جنی، یعنی که جنی یک سخن راست را دزدیده آورده به این انسان غیبگو، برای این انسان کاهن دادگی است و این انسان انا همون یک سخن حق را میگوید، یک سخن درست را میگوید، میگه فیقرها فی اذن ولیه، پس میارد میرساند القا میکند انا همون یک کلمه حق را جنی فی اذن ولیه، یعنی که در گوش دوستش میارد، در گوش دوستش جن شیطان برای این انسان میرساند انا همون یک سخن حق را. فیخلطون معها 100 کذبت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فیخلطون، پس میافزایند، پس زیاد میکنن همراه انا همون یک حق 100 کذبت، 100 دروغ را، یعنی یک حق را میگوید و 100 تا دیگر در بالاش دروغ میگوید. وقتی که یک حقی گفتگیش واقع بشود خلاص دیگر اون 100 دروغ دیگرش هم بعضیا بعد باور میکنن که واقعا این غیبگویی های دروغگو گویا که راست میگفته. این حدیث متفق علیه میباشد. الله سبحانه و تعالی درباره علم غیب دانستن چنین میگوید که در سوره نمل آیت 65 که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، یعنی غیب را هر کسی که در آسمان و زمین هستند، در آسمان چقدر ملائکه و مخلوقات هست، در زمین چقدر مخلوقاتی که هستند، حتی پیغمبران و صالحان و انسانهای
زاهد و با تقوا یگان تا اینها غیب را نمیدانند. کسی بجز الله غیب را نمیداند. پس کسی دعوای غیب دانی میکند پس دروغگویی هست، یاردمچی شیطان دارد که این را یاردم میکند، یک سخن راست را براش میرساند، یک واقعیت را میرساند، بعد این 100 دروغ دیگر را در بالاش گذاشته به مردم تقدیم و پیشنهاد میگرداند. پس این بود حدیث 1667 کتاب ریاض الصالحین که حدیث متفق علیه می باشد. و فی روایت للبخاری عن عایشه رضی الله عنها، میگه در یک روایت دیگر در بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که انها سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، هر آینه میگوید حضرت عایشه رضی الله عنها شنیده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که رسول الله میگفتند که ان الملائکه تنزل فی العنان و هو السحاب. میگه هر آینه رسول الله گفتند که هر آینه ملائکه ها فرود می آیند به ابرها، فی العنان یعنی به ابرها. خودی رسول الله هم بیان کردن که و هو السحاب یعنی که عنان یعنی ابرها. پس میگه ملائکه ها می فرایند به ابرها، بالای ابرها می آیند. فتذکر الامر قضی فی السماء، پس بازگو میکنن، یادرس میکنن کار را که قضی فی السماء یعنی که مقرر شده بود و حکم شده بود در آسمان. اون کاری که در آسمان الله جل جلاله حکم کرده بود، پس اون را میگه این ملائکه میگیرد با بالای ابرها را میآیند، بین یکدیگر اینها سخن میگویند. فی السماء قضی فی السماء یعنی اون کاری که اون امری که اون فرمانی که اون واقعی که در آسمان شده بود در بالای ابرها میگه ملائکه بین خودشون بازگو میکنند و صحبت میکنند. فیسترق الشیطان سمعه، پس میگوید مخفیانه و پنهان گوش میکند شیطان ملعون. پس فیسترق الشیطان سمعه، پنهان بجایی شیطان میرود گوش میاندازد که این ملائکه درباره چی گپ زد، در آسمان چی حکم شده باشد. فیسمعه، پس اون شیطان میگه میشنود انا همون گفته اون ملائکه ها را، میشنود که در آسمان چی واقعه شده است، چی حکم شده است. فیوحیه الی الکهانی، پس انا همون چیزی شنیده اشان را شیطان ها میارند و به کاهنان، به غیبگوی ها و فالبین ها و دروغگوی ها میارند و میرسانند. فیکذبون معها 100 کذبه من عند انفسهم، پس دروغ میگویند همراه انا همون یک سخن حق شنیدگی اشان 100 دروغ را من عند انفسهم از پیش خودشان. پس یک سخن حق را میگیرند در بالاش 100 تا دروغ را مانده برای کسی که مریدش است و کسی که مخلص اون فالبین اون ساحر و جادوگر هست. اون ساحر و جادوگر و فالبین برای اون مریدش یک حق و 100 دروغ را تقدیم و پیشنهاد میکند. قوله فیقرها، پس سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فیقرها هو بفتح الیاء و ضم القاف و الراء ای یلقیها، یعنی که فیقرها میگه که این معنیش ای یلقیها یعنی که القا میکند به گوشی، القا میکند به گوش دوستش شیطان آن چیزی که از آسمان شنید اون را میاره در گوش دوستش میگوید. دوستی شیطان کی است؟ انا همین فالبین ها و انا همین جادوگران و غیب دان ها و غیب رو میدونند، انا همین ساحرها، اینها انا همون دوستان شیطان میباشد. این بود حدیث 1667 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیثی 1668 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن صفیه بنت ابی عبید، می گوید که از صفیه بنت ابی عبید رضی الله عنها روایت است عن بعض ازواج النبی صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنها، یعنی که از بعض همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنها روایت است که عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من اتى عرافا فسأله عن شیء فصدقه، یعنی هر کسی که
نزد فالبین برود، نزد انسان پیشگو برود. فسأله عن شیء، چیزی را درباره چیزی از اون انسانی فالبین، از اون ساحر و پیشگو یک چیزی را بپرسد. فصدقه، پس گفتگی همون ساحر قبول بکند، چیزی که ساحر میگوید اون را باور بکند و قبول بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که لم یقبل له صلاة 40 یوما، یعنی قبول گرداندن نمی شود، قبول نمی شود نماز اون انسان 40 یوما، 40 روز. 40 روز میگه دیگر اون انسان نمازش قبول نمی شود، فقط به سبب رفتن نزد فالبین و گپی گفتگی فالبین قبول بکند 40 روز نماز اون انسان قبول نمی شود. الله اکبر. ببینید چقدر ضرر بزرگ برای انسانی که وقتی طهارت میکند و میاد جای نماز میگذارد و تا اینکه نماز بخواند، الله سبحانه و تعالی به سبب یک پیش فالبین رفته و اون را سوال بکند و گپی فالبین قبول بکند، این انسان 40 روزینه نمازش قبول نمی شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1669 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید وعن قبیصة بن المخارق رضی الله عنه قال، یعنی که از قبیصه ابن مخارق رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که میگفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که العیافة والطیرة والطرق من الجبت. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که العیافة، عیافه یعنی که خط کشیدن، نه کسانی که با خط کشی فالبینی میکنن. و طیرة یعنی پراندن پرنده، و کسانی که پرنده را داده سون میگیرن سینه آسمان میپرتن، اگر طرف راست برود یا اعتقاد دارن طرف چپ برود، یا اعتقاد دارن اگر راست برود، یا اعتقاد دارن اگر طرف پشت برود، یا اعتقاد دارن، و این رو میگن طیره. و این رو هم دیدن یا این طیره هم. و طرقو و همچنین ریگزنی، کسانی که با ریگ فالبینی میکنن من الجبتی، از عادت کافران می باشد، از ساحران است. یعنی ساحران هستند، کافران هستند که این چیزها را قبول میکنند و باور میکنند و به این چیزها عمل میکنند. رواه ابو داود به اسناد حسن، این حدیث را ابو داود با سند حسن روایت کرده است. و قال الطرق هو الزجر، ای زجر الطیر. طرق میگوید که اون زجر است، یعنی که پراندن پرنده. وقتی پرنده را که میپرانند هوی میتین نگاه میکنن به کدام طرف میرود، این را میگوین طیر یا این را میگوین طرق. و هو ان یتیمن او یتشاءم بطیرانه، میگه که این زجر طیر پرنده را سر میتید در آسمان میپراند برای چی؟ ان یتیمن یعنی که فالی نیک میبیند با پریدن این پرنده، او یتشاءم یا فالی بد میبیند، میگه طرف راست برود خوب است و طرفی بد برود چپ، این اینطور فال بینی میکند. فاین طار الی جهت الیمین تیمن، میگه اگر به طرف راست برود میگوید که یعنی خوب بوده است، فالی نیک میبینند. و این طار الی جهت الیسار تشاءم، اگر به طرف چپ برود فالی بد میبینند، میگن که نه خوب نبوده است، این را میگویند الطرق. طرق انا میگویند، یعنی که طرق منظورش پراندن پرنده به آسمان با اعتقادهایی که داشتن در زمانش. و امروز هم بعضی هم این اعتقاد را دارد که اگر سفر کردنی باشد از پیشش سگ سیاه ببرد و نمیدونم پیشکی سیاه ببرد، و یا روزی چهارشنبه سفر کردن برای ما را خوب نیست، یا که فلان روزهای ماه سفر کردن خوب نیست و در شب سفر کردن خوب نیست و در روز. این طور اعتقادا را هر کسی که هم دارد این هم ناجایز و نادرست است. یک قسمی از آن همین طیره می باشد یا که از آن همین طرق می باشد. پس این هست حدیث 1669 کتاب ریاض الصالحین. اکنون چند قول ها را یا چند عباره ها را میارد، میگه که والعیافة الخط، عیافه خط را میگن، یعنی خط میکشن، کسانی که خط میکشن پس اون خط از اون خط یگان فال میبینند
این هم حرام است. قال الجوهری فی الصحاح، جوهری در کتاب صحاح گفته که الجبتو، کلمه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که العیافه و الطیره و الطرق من الجبتی، یعنی گفتن امینو از جبت است. جبت یعنی چی؟ میگه کلمتون تقع علی الصنم والکاهن والساحر و نحو ذلك. میگه جبت کلمه هست که بت رو هم جبت میگوین، اون پیشگویی ها و فالبین ها رو هم جبت میگوین، ساحر ها رو هم جبت میگوین و نحو ذالک، و مثل همین چیزها را جبت میگوین. پس این کارها را کردن، یعنی که عیافه و طیره و طرق، اینها از همون کاهنان و از همون ساحران میباشد. پس این بود قول جوهری درباره جبت. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1670 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت، ابن عباس رضی الله عنهما میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من اقتبس علما من النجوم، یعنی هر کسی که بگیرد بخش از علم نجوم را، بعضی از علم نجوم را بگیرد، اقتسب شعبة من السحر، پس اون انسان دریافت کردگی هست بخش از سحر را، اون انسان یک قسمی از سحر را دریافت کردگی است. زاد ما زاد، یعنی زیاد می شود سحرش آنچنانه که زیاد شود علمی ستاره شناسی است. این کدام نموده است؟ ان همون ستاره شناسی که به معنای گویا که ستاره ها مؤثر هستند، تأثیر گذار هستند، واقعه هایی که در روی دنیا می شود، واقعه هایی که در روی زمین می شود، کسانی بگویند که ستارگان مؤثر هستند و همین علم را یاد بگیرد، این خودش گفتن از سحر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چی قدر اکنون این علم زیاد شدن گرفت، همون قدر سحر این انسان، ساحری اون انسان همون قدر زیاد شدن میگیرد. اما اونی که گفته با ستاره شناسی برای دانستن وقت و دانستن مکان ها باشد، این جایز است و درست است، هیچ مانعه شریعت در این باره تقدیم نمی کند. اما برای تأثیر گذار است گویا ستاره در بالای زمین، این علم را هر کسی که بیاموزد این از سحر است و از جادوگری و ساحری می باشد. رواه ابو داوود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کرده است. این بود حدیث 1670 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1671 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن معاویه ابن الحکم رضی الله عنه قال، یعنی که از معاویه ابن حکم رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله اینی حدیث عهد بجاهلیت، میگه گفتم، یعنی که معاویه ابن حکم رضی الله عنه میگه که گفتم ای رسول الله صلی الله علیه وسلم این حدیث عهد بجاهلیت، یعنی من نو مسلمان شدگی هستم، یعنی که من نو دوران جاهلیت را از خود دور کردم، منظورش که نو مسلمان شدگی هستم. و قد جاء الله تعالی بالاسلامی، میگه که معاویه گفت که الله جل جلاله فرستاده است اسلام را. و این منا رجالا، گفت هر آینه در بین ما قوم هایی هستند، مردم هایی هستند که یاتون الکهانه، یعنی نزد کاهنان میروند، نزد ساحران میروند. قال فلا تأتیهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای معاویه گفت که پس تو نرو نزد ساحران، تو نزد ساحرها نرو. قلت و منا رجال یتطیرون، میگه گفتم که از بین ما مردان هستند که یتطیرون، یعنی فال بد میگیرند یا فالگیری میکنند. قال ذلك شیء یجدونه فی صدورهم فلا یصدهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ذلك شیء، گفتن این فال بد دیدنشون چیزی هسته که یجدونه فی صدورهم، یعنی احساس میکند اون را در دلهایشان، این چیز را احساس میکنند. فلا یصدهم، نباید انا همین احساس دلشان اون انسان را از کار منصرف بگرداند. فلا یصدهم، پیش راه کارش را بگیرد. یعنی انسان
یک کار کردنی باشد، پس این فال بد، یعنی فال بد دیدن سبب نشود که اون انسان اون کار ترک کند. یعنی تو این درجه و تو این اندازه نباید اون انسان رو با اون حد برساند، زیرا که این یک احساسات هست در دل اون انسان. قلت و من رجال یخطون، معاویه میگه گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما مردم هایی هستند که یخطون، یعنی که خط کشی میکنند، خط کشی یعنی خط میکشند برای فال گرفتن، به نیت فال گرفتن. قال کان نبی من الانبیاء یخط، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که بود پیغمبر از پیغمبران که خط میکشید، یعنی با خط کشیدن فالگیری میکرد. پیغمبر از پیغمبران الله جل جلاله این علم را برای اون داده بود که با این طریق فالگیری میکرد. فمن وافق خطه فذاک، پس هر کسی را که موافقت کند خطش، پس همان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هر کسی را که خطش موافقت بکند به خط همون پیغمبر، پس همان است، یعنی فال دیدگیش درست میبرد. اما قاضی عیاض رحمه الله یک قول زیبای دارد، میگوید که از پیش خود گفتن درباره دین، از غیبیات گپ زدن، این حرام و ناجایز است. و انسان وقتی که یک خط را میکشد، از کجا میداند که خط این انسان با خط اون پیغمبر موافقت کرد و راست آمد؟ پس اگر بگوید که خط من با خط اون پیغمبر موافقت کرد، پس از غیب گپ زده است، پس این انسان دروغگو هست، پس این انسان دروغگو است. و نباید که این را یعنی دستک قرار داده ما بگوییم که پیغمبری از پیغمبران با خط فال میدیده است، پس این خط من با خط اون موافقت میکند. این طور که باش، این طور انسان این کار را میکند، پس اون انسان دروغگو است و از غیبیات گپ زده ایستاده است. این قول زیبای ابن قاضی عیاض رضی الله عنه می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. این بود حدیث 1671 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1672 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. میگه که از ابی مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم باز داشتند از درآمدی که از اون پولی که از سگ حاصل می شود، به واسطه سگ به دست می آید، رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند. و مهر البغی، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم پول زنا را منع کردند. و حلوان الکاهنی، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن پولی که به کاهن داده می شود، دستمزد کاهن را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این سه چیز را منع کردگی است. یکم پولی سگ را، یعنی کسانی که به سگ فروشی مشغول می شوند، سگ می فروشند یا به طریق سگ سوم به دست میارند، این پول حرام است. و دوم پولی که از زنا به دست میاد، زنهایی که تن فروشی میکنند و زناکاری میکنند، یا کسانی که واسطه میشوند، زن زنا بگیم زنی فاحشه میاد یک کس را در بین میدارد، سوم میگیرد، این سوم ها حرام است. و حلوان الکاهنی، و همچنین پولی که دستمزدی کاهن داده می شود، اون پول هم حرام می باشد. و پول سگ حرام است و خود سگ هم در خانه نگاه داشتن حرام می باشد، مگر در سه حالت. در سه حالت جایز است که سگ در خانه نگاه داشته شود، یا سگ نگاه داشتن در سه حالت جایز است. یکمش سگ کشاورزی، سگی که نگهبان خانه است، یا آدم زمین کشاورزی کلان دارد، برای مال و برای چیزهای بیگانه نیاید ندراید، یا سگ میگیرد برای نگاه کردن اون زمین کشاورزی، این سگ برای اون صاحبش حلال است، جایز است نگاه کردنش. و دوم سگ چوپانی، سگ انسانی که چوپان هست، ده مرده هست، سگ میگیرد همراه خودش، این هم جایز است، درست است. و سوم سگ شکاری، سگی که برای شکار کردن است، این هم جایز و درست است. غیر این سگ
جایز و درست نمی باشد. غیر این سه حالت دیگر سگ‌ها را نگاه کردن، کسانی که در خانه‌های در درون شهر زندگی میکنند و کسانی که در خانه بلند آشانه زندگی میکنند و سگ میگیرند، براش این سگ گرفتهش حرام است و این عملش حرام است و جایز نیست. در اون خانه ملائکه نمی‌دراید. اما این سه طایفه مردمی که سگ گرفتن براشون جایز است، میگیرن به منفعت خودشون، اما وقتی که نالازم شد این را فروختنش جایز نیست. یک انسان سگ کشاورزی شه یا سگ ده مردگی و چوپانی شه یا سگ شکاری شه، اگر یک انسان بفروشد سوم بگیرد، اون سوم حرام است، جایز نیست. وقتی که سگ نالازم شد براش، این سگ باید اون کسی هم تا به پول بتید، اگر به پول داد، اون پولی که میگیرد پول گرفتهش حرام و ناجایز و نادرست می باشد. و همچنین و مهر البغی، یعنی پول زنی که زنا میکند، اون پولش حرام است. یا کسی که بیندرا می شود پول میگیرد برای زن یافتن، برای زنا کردن، یک عورت را یافتن، این هم حرام است. و پولی که به انسان فالبین داده می شود یا دستمزد فالبین هم، این هم حرام و ناجایز است. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیثی که حدیث متفق علیه است، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردگی هست این سه نمود پول را در زندگی استفاده بردن. در زندگی نباید استفاده برد. اما کسی که تا به امروز نمیدانست که پول سگ حرام است، سگ فروخت، یا کسانی که نمیدانستند که پولی در بین در آمده زنا، برای زنا زن یافتن حرام است، اکنون فهمید که حرام بوده است، یا که نزد فالبین رفت، یا کسی که فالبینی میکرد پول میگرفت، اکنون نه فهمید که این چیز حرام بوده است، همون پول گرفتگیش چیکار کند؟ همون سگ فروخته است، آیا پول بگردونده برای به همون آدم سگ خریده بود در همون بتیت؟ نه، اون پول برای در کمبغل، در یتیم خانه، در جایهای عمومی، در جای مردم جمعیتی صرفش بکند، در زندگی صرفش نکند. بعدم پشیمان شد میدونه که چند سند سگ فروختگی است، همون سوم برده در جایهای جمعیتی بدهد. به همین طریق، به همین سه طریق چی قدر درآمدی که کردگی هست، اون را میتواند، میخواهد که خلاص بشود، باید برده در جای جمعیتی بدهد تا اینکه از این پول حرام خلاص بشود. این طریق خلاص شدن از این پول حرام می باشد، نه اینکه برده به صاحبش بتید، یعنی کسی که سگش خریده است برده به اون بتید، نه، او را نتید، در جای جمعیتی بتید. پس این بود این باب. با همین این باب منع بودن رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فالبینان و رمالان و رگبین ها و کسانی که با جو با مانند امثال این فالبینی میکنن، نزد اینها رفتن حرام است. این هست این باب. با همین این باب به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب نهی عن التطیری، یعنی باب در مسئله منع بودن فال بد، تطیر کردن، یعنی که فال بد دیدن در اسلام حرام است. امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما 4 حدیث تقدیم میکند. میگه فیه الاحادیث سابقه فی الباب قبله، در همین باره هست میگه حدیثای گذشته که در باب پیشین خواندیم، یعنی حاضر بابی که خلاصش کردیم، همین باب حدیثاش همچنین در این باب نوی که حالا شروع میکنیم در این موافقت میکند، یعنی باب تطیر است، فال بد دیدن. پس در این باب نومان اولین حدیثی که امام نووی رحمه الله میارد حدیث 1673 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید در زیر حدیث 1673 کتاب ریاض الصالحین: عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا عدوى ولا طیرة و یعجبنی الفعل. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لا عدوى، یعنی بیمار سرایت کننده نبوده است و نیست، ولا طیرة، و همچنین فال بد نیست، و یعجبنی الفعل، پس مرا میگه خوش می آید خوش زبانی و فال خوش، و فال خوش میگه برای من خوشم می آید. یعجبنی یعنی من را در تعجب می آورد، من خوش می آید. قالوا و ما الفعل، پس پرسان شدن که فعل چی است، یعنی فال خوش دیدن چی است ای رسول الله؟ قال کلمة طیبة، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن فال نیک،
فال خوش دیدن این سخنهای نیک می باشد. سخن نیک گفتن یعنی سخن نیک گفتن به انسان روحیت می بخشد، به انسان روحیه می بخشد. از این حساب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یعجبونی یعنی پسندم می آید، برای من معقول است سخنانی نیک. این حدیث متفق علیه است. پس این حدیث چی معنا دارد؟ یعنی سخنهای نیک یعنی چی؟ یعنی یک چیز را میبینی گمان نیک کو دربارش، یک چیز را وقتی که میبینی باید دربارش گمانی نیک بکنی. چطوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام صلح حدیبیه بگیم فال نیک دید. وقتی سهل ابن عمر که هنوز مسلمان شدگی نبود از جانب نماینده قریشی ها نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اومد، رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که سهیل را دید امر کرد و فرمان داد یا گفت رسول الله که این سهیل است، به گمانم الله جل جلاله این امر را برای شما سهل گردانده است، آسان گردانده. سهیل یعنی که آسان. پس گفت این سهیل است، به گمانم الله جل جلاله گفت این صلح حدیبیه را برای شما خیر گرداندگی است، برای شما خوب و خوش گرداندگی هست. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا چیکار کرد؟ سخن نیک گفت، گمان نیک کرد وقتی که سهیل را دیده. پس همین طور وقتی یک کار که می شود باید ما گمان نیک بکنیم که انشاءالله در این کار خیری هست و انشاءالله این کار کاری خوب می باشد. پس این بود حدیث یکم در زیر باب فال بد دیدن، حدیث 1673 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1674 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، می گوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا عدو ولا طیرته، رسول الله گفتند بیماری سرایت کننده نیست، ولا طیرته و همچنین طیره هم فال بد دیدن هم نیست، و این کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اگر کی و این کان الشؤم، اگر کی فال دیدن اگر کی وجود می داشت، اگر که فال دیدن وجود می داشت در چیزه، پس اون فال بد دیدن یا فال دیدن در خانه و در زن و در سواره می باشد. که این حدیث متفق علیه است. یعنی چی؟ یعنی که این سه چیز که با انسان همیشه است. مثلا در خانه چی طور فال بد دیدن؟ یعنی که خانه رو وقتی دیدی میدهک است، گمانت می رود که خانه بد است یا خانه تنگ و در جای ناموافق باشد، پس فال بد دیده میتوانی، یعنی فال بد احساس کرده میتوانی. و یا زنی که میگیریش نصیحتش میکنی اصلاح نمیشود، زنی سرکش، زنی بدبخت از اولی که میاریش گپ تا نمیگیرد سرکشی میکند، پس در اینجا میشود فال بد دید که این زن آینده خوب ندارد، حالا عروسیش این طور که است در آینده الله پناه بتید. یا در سواره، مثلا در زمان پیش اسب و شتر که میاری، مثلا هرچند که رامش میکنی رام نمیشود، هر وقتی سوار میشه میافتاند، هر وقتی که سوار میشه میغلطاند، پس این هم فال بد دیدن میشود. امروز بگیم اگر ماشین، وقتی ماشین هم میگیری میاری روز یکم و دویم است راه در رفته سه ویران میشود، از کار میبراید، ایسو میره از کار میبراید، هر روز کارت پیشی استاروی و پیشی اون اصلاح کنها رفتن که هست، پس میشود در اینها فال بد دید. اما در غیر اینها فال بد میگه وجود ندارد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1674 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1675 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن بریده رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یتطیر. میگه از بریده رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فال بد نمی زدند، فال بد نمی گرفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. رواه ابو داود به اسناد صحیح. این حدیث را ابو داود با سند صحیح
روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1675 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این آخرین حدیث این باب، آخرین حدیث باب فال بد، حدیث 1676 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1676 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن عروة بن عامر رضی الله عنه قال، میگوید از عروه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که گفت ذکرت الطیرة عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، میگه ذکر کرده شد تیره یعنی فال بد دیدن در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده شد. پس میگه رسول الله گفتن که احسنها الفعل، یعنی فال بد دیدن گفتن احسنشون فال نیک است. در مسئله فال دیدن احسنشون بهترینشون گفت فال نیک است. ولا ترد مسلما، یعنی که باز نمی دارد مسلمان را. فاذا رأى احدكم ما یکره، پس هنگام دید کسی از شما چیزی را که خوشش نمی آید، چیزی را دید که پسندش نمی آید، فلیقل، پس باید این انسان بگوید که اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت، یعنی ای بار الها نمی آرد حسنات را بجز تو، کسی دیگر غیر تو ای الله حسنات و نیکیا و خوبیا و خوشیا را نمی آرد. ولا یدفع السیئات الا انت، و دور نمی کند بدی ها و سختی ها و مشکلات را مگر تو ای الله جل جلاله. ولا حول ولا قوة الا بک، و نیست پرده بازدارنده از گناه و نیست نیرو قوت بخشنده برای عبادت کردن مگر قوه و اون پرده که ای الله تو برامون میدهی. ای الله تو برای ما قوه میدهی که ما از معصیت و گناه دور میشویم. ای الله تو برای ما قوه میدهی یا تو برای ما پرده میدهی که ما از معصیت و گناه دور میشویم. و ای الله تو برای ما قوه و نیرو و قوت میدهی برای ما که ما عمل میکنیم به کارهای نیک و به کارهای خیر. حدیث حسن، این حدیث حسن است. رواه ابو داوود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کرده است. پس این بود باب نهی درباره تطیر یعنی فال بد دیدن. اصلا تطیر چی است؟ تطیر یعنی که پرنده را پراندن یا پریدن پرنده یا پراندن پرنده. چرا فال دیدن رو عرب ها تطیر میگویند؟ به خاطر اونی که عرب های پیش از اسلام وقتی که فال دیدنی که میشدن با پرنده فال میدیدن، پرنده را میگرفتن و اعتقادهای مخصوص داشتن، پرنده را آزاد میکردن، اگر طرف راست میرفت یا اعتقاد، طرف چپ میرفت یا اعتقاد، اگر روبرو راستکی میرفت یا اعتقاد، اگر به طرف قفا میرفت یا اعتقاد. خلاصه اعتقادها داشتند. از این حساب است که فال دیدن رو تطیر میگویند. اصلا کلمه تطیر پراندن پرنده را میگویند یا پریدن پرنده را میگویند. اما فال بینی را چرا اینطور میگویند؟ علت نامگذاریش همین میباشد. پس فال دیدن را عرب تطیر میگویند یا تیاره میگویند. تطیر و تیاره اینها همون به معنای پراندن پرنده یا پریدن پرنده میباشد. پس این بود این باب. با همین این باب به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب تحریم تصویر الحيوان في بساط او حجر او ثوب او درهم او دینار او وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط او سقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والامر بإتلاف الصورة. یعنی که باب در مسئله حرام بودن تصویر الحیوانی یعنی رسم کشیدن، صورت گرفتن حیوان، یعنی شکل در آوردن حیوان، یعنی رسم کشیدن حیوان در فی بساطین، در قالین، در فرش، او حجرین یا در سنگ، او ثوبین یا در لباس، او درهم یا در پول، او دینار یا در پول، درهم و دینار ده، او وسادتین یا در بالشت، اگر که رسمی کدام حیوان را بکشن این حرام هست. و غیر ذالک، و غیر از این در دیگر چیزها هم کشیدن صورت حیوان حرام می باشد. و تحریم اتخاذ صورت فی حائط، و همچنین حرام بودن آویزان کردن و کشال کردن صورت در دیوار. در دیوار یک آدم یا صورت بکشد یا صورت را آویزان بکند. او سقف، در بالای خانه، در سقف خانه. و سترین یا که در پرده،
صورت را آویزان بکنند، صورت را بکشد. و امامت نیا در سله و ثوب نیا در لباس و نحوی و بمانند همین در هر چیزی که صورت دار باشد اونها را گرفتن حرام است. و الامر به اطلاف صورتی و امر برای نابود کردن و از بین بردن صورت که باید صورت از بین برده شود. پس این باب نو هست. این باب نو را انشاءالله دلایلش را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.